یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. دشمنان اسلام میخوان نور خداوندی را با دهانشان خاموش بکنن، اما نوری که خداوند عزوجل اونو در دنیا قرار داده هرگز قدرتی نمیتونه اونو خاموش بکنه. عزیزان اینجا متوجه باشی. چرا اونجا نگاه میکنی؟ بنده خدا رو ندیدی که عاشق دلباخته است. جزیره پر از چنین عاشقایی است. این بچه‌هایی که همه سرود خوندن همه عاشق بودن. چه وجدی بود، چه سرودی بود، چه سروری بود، چه شور و شوقی بود. دشمنان اسلام در هر زمین و زمانی در تمامی مراحل تاریخ خواستن ضربه بزنن اما موفق نشدن. و در حدیث وارد شده که در رأس هر 100 سال یک عالمی و یک رهبری میاد، یک مجددی میاد در هر نقطه از زمین که مردم و دعوت به توحید خالص و بندگی خدای یکتا دعوت میکنه و روح توحید و ایمان رو در مردم میدمه. عزیزان من، امروز ما شاهد تحولات عظیمی هستیم در تمامی قشر مجتمع. اگر جوانان اینطور تحول پیدا کردند، اینو بدونن که پیرا هم همچنین. در اینجا پیرا و از 45 و 50 به بالا هم خیلی هستند. اگر مردا تحول پیدا کردند، این مسجد پر از خواهرها و زنهاست. عزیزان من، بچه های کوچک یه شور و شوق عجیبی دارن، سروده های جهادی رو دارن میخونن. عزیزان من، نمردیم و این عظمت و شاهدش شدیم. چند سال پیش سید قطب شهید رحمت الله علیه که از حرکت اخوان المسلمین که مؤسسش امام حسن البنا شهید رحمت الله علیه که در خیابانهای قاهره ترور شد و جسمان مبارکش بعد از ترور شدنش کسی جرأت نداشت دستش بزنه و تعدادی زنها آمدن بلندش کردن. جسد حسن البنا مؤسس اخوان المسلمین عزیزان من که بر اساس تقوا گذاشته شده بود و برای مبارزه با تمامی ظالمین در مصر و در کل دنیا و امروز در تمامی جهان اسلام شاخ و برگ داره. سید خود کتاب نوشتن المستقبل لهذا الدین، آینده در قلمرو اسلام. این کتاب ترجمه شده، بخوند عزیزان من که مستقبل برای دینه و مال دینه و مال خداست و خداوند میراثبر این زمینه و خداوند عزوجل این میراثبری را به تمامی بندگان صالحش داده. عزیزان من، هیچ قدرتی نمیتونه حرکت دینی رو مانعش بشه. هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل حرکت دینی بیسته. در تاریخ وارد شده که دولت ظالم کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی یا در جمهوریت اسلامی که از جمله شهری که امام بخاری از اون بود بخارا همه رو در بر گرفت و 70 سال سیم خاردار کشیدن دور مسلمانا در همین شوروی. عزیزان من، اتحاد جماهیر شوروی، دولت کمونیستی سیم خاردار کشید دور مسلمین، علما رو گرفت. گوش بده، این درد در چه؟ در همین اتحاد جماهیر شوروی که اکثرا از کشورهای اسلامی، تاجیکستان، آذربایجان، نمیدونم قزاقستان و همین اینها تشکیل شده. دوستان تعریف میکردن 70 سال دولت کمونیستی و لادینی و الحاد و بی خدایی بر اونها مسلط بوده و سیم خاردار کشیده بودن دور این مسلمونا که با هیچ مسلمانی تماس پیدا نکنن. 70 سال قرآن رو به چشم ندیدن، 70 سال نماز رو به چشم ندیدن، 70 سال محروم بودند از اذان محمدی، 70 سال محروم بودند از دیدار و رؤیت کعبه. عزیزان من، 50 میلیون مسلمان در همین جمهوریات کشتن که اسلام اونجا خفه بکنن. 50 میلیون مسلمان شوخی نیست عزیزان من. در طی 70 سال در صحرای سیبری که همش یخبندانه، بزرگان نوشتن که بچه ها از آبا و اجدادشان روایت میکنن
که علمای بزرگ اون مناطق از جمله بخارا و سمرقند لخت مادرزاد کردن، بردن تو همون یخبندان، همونجا رها کردن بدون غذا و آب و همونجا خشکشون زد. بعد از 70 سال اونها وادار شدن که بیان به افغانستان بریزن و در افغانستان در مقابل ریش و عمامه مؤمنین شکست خوردن و در مقابل ایمان افغانی ها شکست خوردند و نهایتا 250,000 کماندوی کوبایی و روسی و افغانی و هندی به زانو نشست و پرچم توحید بعد از 70 سال دوباره بر فراز شوروی لا اله الا الله محمد رسول الله مرفرف شد. 3-4 سال پیش عزیزان من 600,000 حاجی از همون مناطق مثل تشنی که چطوری تشنه به آب شده، لبش خوش شده، منتظر یک قطره است، 600,000 حاجی ریختن تو کعبه و میخواستن استار کعبه و لباس کعبه رو بخورن. 70 سال تشنگی کعبه کشیدن عزیزان من، کعبه رو به چشم ندیدن، قرآن ندیدن. بعد از 70 سال 600,000 حاجی آمد تو مکه ریخت، دست به دیوار کعبه، دست به دیوار مسجد الحرام، هر نقطه از اون سجده میکرد رو به کعبه، از آب زنجان میشوشیدن. این همه قرآن تو قفسه میدیدند، نماز رو میدیدن که چطوری با جماعت الله اکبر. عزیزان من قدرتون رو بدونید، قدر دینتون رو بدونید. مساجد شما بازه، این مسجد جامع خانه خداست، شما بندگان خدا هستی و این زمین خداست و این آسمان خداست و رزق و روزی مال خداست و تو بندی خدا هستی. تو برای معصیت نیستی، تو برای کسی هستی که این خانه رو درست کرد، این خانه اوست. بله عزیزان من، جمع ما خیلی جمع باصفاییه. همون صحبتی که دیشب کردم، تو نگاه کن این همه جوان یه نخ سیگار روشن نیست، کجا پیدا میشه؟ تو یک عروسی برو چند نفر داره سیگار میکشه، چند نفر مشروب خورده، چند تا نامحرم میاد، زن نامحرم داره چه با عطر و ادکلون لباس نازک رد و بدل میشه، این طرف میره، چقدر دارن چشکرانی میکنن، کثافت بازی میکنن، چقدر اسراف میشه. یکی از دوستان میگفت که ما رفتیم عروسی مثل عروسی اسلامی، عجیب بود، به ما بد رسونده بودن. وقتی رفتیم اونجا این همه آدم 2-3 ساعت صحبت و سخنرانی نشستیم، نه کسی گفت که چایی، نه کسی گفت که غذا میخوام، نه کسی گفت که آب میخوام، نه کسی گفت که شربت میخوام، نه کسی گفت که شیرینی میخوام، نه کسی گفت که این بد بود، این بد بود، جامون بد بود، رو زمین نشسته بودیم، نه کسی گفت که اینجا فرش نبود، ایستاده بودیم تا صحبت خدا و رسول خدا تمام شد. مثل که سیر بودن، نه نیاز به شربت و شیرینی و چایی و غذا و نشستن داشتن، همه چیزشون همونجا کلام خدا و رسول خدا گرفتند و با قلبی مملو از ایمان و با دلی سرشار از توحید و عقیده با دست پر به خانه هاشون برگشتن. و این عزیزمون گفت بود من عروسی پسرم اسلامی میکنم، به من بد رسونده بودن. عروسی غیر اسلامی، غذا میدی، نوشابه میدی، شربت میدی، کیک میدی، امکانات میدی، همه بعد میگه چه؟ گوشتش نپخته بود، این غذا بود که دادی؟ همین شیرینی فقط کیک لقمه ای؟ اینجا کسی گفت شربت بیاری؟ تمام بشه همه بلند میشن میرن. عزیزان من، هنگامی که دستور هجرت صادر شد، همیشه ابوبکر صدیق می آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم می گفت از صحبت یا رسول الله، رفیق و صاحب نمیخوای در هجرتت؟ جوابش نمیداد تا اینکه تکرار کرد هر روز، تا اینکه دستور خدا صادر شد از بالا سفر هجرتت شروع کن ای رسول ما صلی الله علیه وسلم. ابوبکر آمد گفت از صحبت یا رسول الله، رفیق نمیخوای برای تو راه؟ گفت از صحبت یا ابابکر، قبول شدی، تو انتخاب شدی از بالا. تو نگاه بکن ابوبکر چه شخصیتیه، قبول شدی که تو رفیق من در هجرت باشی.
اسما میگه نگاه به پدرم میکردم، ابوبکر از خوشحالی گریه کرد و اشک ریخت. من فکر نمیکردم کسی از خوشحالی اشک بریزه تا اینکه بابام دیدم که وقتی گفت که تو قبول شدی در هجرت رفیق من باشی، گریه کرد از خوشحالی. شب هنگام وقتی میخواست از خانه خارج بشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت علی گفته جای من بخواب، چادرم بکش رود. مشرکین دم در ایستادن، جوانا رو جمع کردن، از هر قبیله شمشیر دستشون دادن، منتظر گردن منم که رد بشه. من میخوام برم، علی جای من بخواب، در بستر مرگ بخواب. رسول الله صلی الله علیه وسلم از خانه خارج شد، دید که دو صف جوان قریش صد کشیدن شمشیر دستشون. خم شد، یه مشت خاک از روی زمین برداشت، اوائل سوره یاسین خوند تا رسید و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. فرق کرد تو صورتشون. علما و مورخین میگن که این خاکی که پرت کرد و اوائل سوره یاسین خوند، رو سر و صورت تمامی اون چند نفری که دو صف کشیده بودن همه چه قرار گرفت و خداوند پردی جلو چشمشون کشید. فاغشیناهم فهم لا یبصرون، پرده کشیدیم جلو چشمشون، اونها چشمشون بازه اما تو رو نمیبینن. برو. آمد بیرون، شمشیر دستشون، چشمشون باز نمیبینن. رد شد. نصرت خداوند در هجرته. گوش بده، اگر تو برای دین خدا هجرت کردی، الان اینجا مهاجر و انصار درست شده. اهل سوزا حاضرن که تا آخر عمرشون انصار باشن؟ کجاست جواب؟ حاضرن انصار باشن؟ دوستانی که از بیرون آمدن حاضرن که همیشه مهاجر باشن و در شهرشون وقتی مهاجرین میان انصار باشن؟ یا مهاجر یا انصار، یا نصرت دهنده مهاجرین یا مهاجر برای نصرت چه؟ دین خدا. مدینه منوره درست میشه یا نمیشه؟ درست میشه، به شرطی که اول انصار و مهاجر درست بشه. بیایید دست به دست همدیگه، زن و مرد، بزرگ و کوچک، شهرهای جزیره اصلا بکنیم این جزیره منوره. بیا عزیزم، خودتو نباز، ناراحت نشو، گمرک زیاد داره میگیره الان، این خیلی درشه. من با یکی از عزیزان تعریف میکردم، میگو یه سالی میشه که بازار سرده، مردم ضرر کردن. گفتن خیر در همینه، خیر در همینه، وگرنه دینتون رو ضرر میکردی. الان تو نگاه کن چی شدی. درست کمی وضع پول کمتر شده، پایین تر آمده، اما وضع ایمان داره بالا میره. کدوم یکی بهتره؟ در فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 تا شتر داد به معاویه، 100 تا شتر داد به ابو سفیان. 100 تا شتر. انصار که اهل مدینه بودن زیر لبی صحبت هایی کردن، گفتن ما پیامبر رو تو شهرمون جا دادیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابش. بعد 100 تا شتر به معاویه میده، 100 تا شتر به ابو سفیان میده که از مکه بیرونش کردن و مال و اموالشون مصادره کردن و چند سال باش جنگیدن. این در روزی بود که ابو سفیان و معاویه همه مسلمان شده بودن در فتح مکه سال 8. بعد این گله و شکوه به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید. رسول الله اهل انصار، اهل مدینه رو همه جمع کرد، یه جا براشون سخنرانی خصوصی کرد. گوش بدید. متن این سخنرانی اینه به عربیش: یا معشر الانصار ما مقالة بلغتنی عنكم الا تردون ان يذهب الناس بالشاء والبعير و ترجعون انتم برسول الله. لو سلك الناس فجا و سلك الانصار فجا او شعبا لسلكت شعب الانصار. المحیا محیاکم و الممات مماتکم. ای معشر و جماعت انصار اهل مدینه، این چه مقاله است که به گوش من رسیده از شما. آیا شما راضی نمیشی که مردم گاو و شتر و گوسفند رو بگیرن برن و رسول الله صلی الله علیه وسلم مال شما باشه؟ گوش بده چه داره میگه. آیا راضی نمیشی که مردم گاو و گوسفند و شتر رو بگیرن و برن
رسول الله مال شما باشه بر بگرده با شما. انصار پشیمون شدن، دستمالشون رو بلند کردن گذاشتن رو چشمشون، گریه کردن که خون از چشمشون آمد، اما بالکلشون نبود. گفت که اگر مردم برن یه راهی رو انتخاب بکنن، انصار یه راهی، من راه انصار رو انتخاب میکنم. بعد آخرین جملهشو گفت المحیا محیاکم والممات مماتکم. ای معشر انصار، زندگی من با شماست و من که منم در میان شماست، زندگی و مرگ من با شماست ای انصار. دیگه طاقت نکردن، میگم اونقدر دستمال گذاشتن رو صورتشون و گریه کردن و گفتن ما راضی شدیم که رسول الله مال ما باشه و گاو و شتر و گوسفند مال چه دیگران باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم از خانه خارج شد، رفت به خانه ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق رو بلند کرد، دو نفری رفتن به غار ثور. غار ثور چیزی حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت جوان از پایین میره به بالا. من رفتم عزیزان من، فقط یک بار رفتم که ببینم کافیه. شب هنگام این دوتا تغییر مسیر دادن، به طرف مدینه نرفتن که دشمن رو چه ردگم بکنن. چقدر سیاست مداره، یه ملای خالی نبود، سیاست مداره. گفت اگر بره تو مسیر مدینه دنبالش میرن اون طرف. 100 تا شتر هم جایزه گذاشتن برای سرش. مسیرش عوض کرد به طرف یمن. رفتن غار ثور، 3 روز موندن تو غار. هنگامی که به غار رسیدن در شب بود. ابوبکر صدیق تو نگاه بکن رضی الله عنه، گفت ای رسول خدا اول من برم داخل، نگاه بکنم ماری عقربی چیزی نباشه. یواشکی رفت داخل، تاریک بود، دست کشید 2 تا سوراخ رو پیدا کرد. یه سوراخ پاش گذاشت، یه سوراخ دستمالش گذاشت. بعد به رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت حالا بیا داخل. وقتی رفت داخل در همون لحظه عقرب بود یا مار پاشو گزید. آخ نگفت تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد شد و قطره اشک گرمی از چشمش رو دست مبارک آن حضرت یا نقطه از بدنش شکید. گفت ابوبکر گریه میکنی؟ چقدر عظمته. خودشون فدای رسول الله صلی الله علیه وسلم میکردن. همه برن اون بمونه تا دین کامل بشه، مردم دیندار بشن و دین به من و تو برسه. هنوز 10 سال مونده، زندگی مدنی مونده، هنوز نماز و روزه و زکات و حج اینا نیست، هنوز احکام نازل نشده، هنوز سوره بقره و آل عمران و سوره نمیدونم نساء و اینا نازل نشده. اجماعاً یک صلوات بودن. این صلوات این همه آدم نیست، واقعا نیست، خیلی جای تأسفه. یعنی این همه شور و شوق این صلوات باشه، صلوات کمر شکن باشه که ابلیس نه تنها از سوزا از جزیره بیرون تو دریا بیفته، هر طرفی بره.